حالا دوستانی که ممکنه مشکل زانوی کمردرد داشته باشن، به جای دقیقاً توضیح داده شده تو جلسات قبلی، میتونن چیکار کنن؟ زانوها رو بیارن بالا، خیلی نرم در جا، بقیه بدوین و کنترل نفس. 2 شماره تو، 2 شماره بیرون. باره کم کم میاریم بالا، بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 در نرم بپر. 1 2 3 4 5 نرم رو زانوها نرم، پاشنه‌ها زمین نخوره، خیلی نرم میریم بالا پایین. 1 2 3 پا جلو عقب. 1 2 3 4 مواظب پشت سرتون باشیم. 6 7 8 9 به این صورت پا رو جلو عقب، دست بهش اضافه میکنیم. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خوبه، دوباره نرم درجه بود. و دهنده سفید تا نارنجی 10 شماره، بقیه میخوایم 20 شماره زانو بریم بالا. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. خوبه، دوباره نرم بود. دست راست نرم بچرخون از کتف. 1 2 3 4 5 و عقب. 6 7 8 9 10. عوض کن دست رو. برو. 1 2 3 4 5 و عقب. 6 7 8 9 10. خوبه، دوباره نرم بود. از پهلو نشون میدم، پا رو از پشت میخوایم بزنیم کف دست. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خوبه، دوباره نرم بود. دست رو باز بریم پروانه، خیلی نرم. بریم. 1 2 3 4 دست رو بکش بالا. 5 6 7 8 9 10. خوبه، دوباره نرم بود. نفس رو کنترل کن. 2 شماره نفس از بینی داخل، 2 شماره بیرون. گرم شدیم. بسیار عالی. خوبه، همونجا بیست. نفس عمیق. دست رو بکش بالا بیرون. همزمان میریم روی پنجه. بریم. 1 2 3 4 5 5 شماره بعدی دست رو پهلو کامل، کف دست برمیگرده به سمت سقف. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 و پنجه بیا بالا. 8 9 10. خوبه، دست رو بیار بالا. دست جمع میشه، زانو هم جمع میکنیم توی شکم با هم همزمان. دست بالا، پای راست، پای چپ. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سریعتر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بسیار عالی. از پهلو دست میاد جلو، زانو رو از پهلو میرسونیم به شونه ها. راست چپ راست چپ. بریم. 1 دست جلو صورت. 2 3 4 5. بریم. زانو جلو نمیاد. پهلو. 6 7 8 9 10. خوبه، پاها باز، پای راست پای چپ خیلی نرم بازی بده. 1 2 3 4. داخل پاها رو یه مقدار گرم میکنیم. خوبه، دست رو میذاریم روی رون پا، از پهلو راست چپ به جلو خم نمیشیم، به این صورت. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خوبه، پاها جمع، پا رو بازی بده. دوباره پاها باز، یه مقدار بیشتر میریم پایین. 1 2 3 4 5. میشینیم پای راست، دست میذاریم رون پا، دست بالای سر کشیده. 1 2 3. از پهلو نشون میدم. 4 دست جلو نمیخوام نمیشه. 7 8 9 10. سمت مخالف، پای چپ خم، دست بالای سر. بریم. 1 2 3. دست رو بکش. 4 پهلو رو بکش. 6 7 8 9 10. خوبه، دست بالا، گردش از سمت راست. سعی کنید دست رو بزنیم پنجه پا کامل میریم بالا. با نفس میخوایم این کار رو انجام بدیم. نفس بیرون، نفس، یه دایره.
بیرون. همین کار برعکس انجام میدیم. نفس بیرون. یکی دیگه از سمت راست. نفس بیرون. دوباره برعکس. کشش کامل. نفس بکش خودتو بیرون. خوبه. پا جمع. بسیار عالی. پای راست رو میاریم بالا. از ناحیه کشالای رو یه دایره بریم. 1 2 3 از چهار صورت 4 5 6 7 8 9 10 برعکس 1 2 3 و بتونی نگهداری تعادلی ها. 7 8 پاتو زمین نذار. 9 10 آفرین. پای راست از زانو میچرخه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 برعکس 1 دوباره کرونده پایین‌تر. کرونده سفید و خانواده ها اگه انجام میدین اشکال نداره وسطش پا رو بذاریم پایین. مچ پا بریم 1 استراحتی بکنیم بعد دوباره انجام بدیم. 4 5 برعکس 6 7 8 9 10 خوبه. پا رو عوض کن. برای کرونده بالاتر بعد بتونیم پاتون رو نگه داریم. پای مخالف بریم 1 2 3 4 5 6 7 قشنگ از کمر 8 9 10 برعکس 1 2 3 4 5 پاتون زمین رو دارین رایت میفرستین. 8 9 10 از زانو برو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 برعکس. اول باید خوب مفاصل رو گرم کنید. اگر میخواین کششی انجام بدیم مخصوصا باید مفاصل اول گرم بشه. مچ پا 10 شماره خلاف عقرب ساعت. 10 شماره موافق عقربای ساعت. 6 7 8 9 10 خوبه. نرم دوباره پا رو بازی بدیم. بسیار عالی. پای راست میاد جلو. پای عقب کف پا رو زمین میمونه به پهلو. مشخصه؟ رو پنجه نمیریم همچنان به این صورت کامل میریم پایین 90 درجه. من از رو به رو انجام میدم. میرم پایین. کمر صاف. دست راست میبرم پشت. با دست مخالف سعی میکنم بگیرم. پا بالا نیاد. این قشنگ کامل بریم 90 درجه پایین. بعدم به جلو خم نشه. بدن صاف. 10 شماره 6 7 8 9 10 همون پا رو دوباره ببر روی پنجه ولی دستو نگه دار. آفرین. 10 شماره پایین تر بریم. 1 2 حالا سعی کن بریم پایین تر. 4 زانو جلو نزنه از پنجه. 6 7 8 پایین تر. 9 پایین تر. منتظر 10 چه زود بلند شدی. نگه دار. 10 خوبه. آفرین. پاها رو بازی بدین. پای مخالف پای چپ جلو کامل میریم پایین. کف پای عقب بعدن کامل میشه به سمت روبرو. دست چپ پس پشت قلاب کن. بگیر. من نشون میدم. ببینید دست رو سعی کنید برسونید. اشکال نداره بعضی ممکنه دستشون نرسه ولی سعی کنید دست رو به سمت هم هل بدیم. بریم پایین. پای عقب کف پای 8 9 10 حالا ببریم پنجه. 10 شماره میریم پایین تر. 1 2 سریعتر بشمارم. زود میخوای تمام بشه. 7 8 جلسه هفتمه ما حساب کردیم که همه دوستان انشالله تو جلسات قبل شرکت کردن ولی اگه شرکت نکردی اشکال نداره. یه مقدار که انجام دادی 10 شماره که انجام دادی بیشتر لازم نیست نگه داری. خوبه بیا بالا. پا رو بازی بده دوباره. بسیار عالی. دوباره پا دوباره ورزشونه باز. آروم میشیم سمت راست. کف پاها روی زمین. انگشتا رو میکشیم سمت خودمون. با آرام زانو هل بده بیرون. 1 2 3 سعی کن کمرتو صاف نگه داری. 9 10 پنجه به سمت بالا. نرم بازی بده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یه مقدار میخوایم کششی بیشتر انجام بدیم. پنجه پا توجه بکن انگشتاتو دونه دونه میخوای به سمت صورتت نزدیک کنی. پس بیشتر بکشش. برو. 1 2 3 4 5 6 نگه دار. 7 8 9 10 خوب بالا. عوض کن پا رو. پای مخالف. من از
به شما نشون بدم. سعی کنید بدنتون رو صاف کنید، آرنج بدین بیرون، تیره پا رو بکشید سمت خودتون. از دست میتونید کمک بگیرید، اشکال نداره. برای اینکه تعادلتون رو حفظ کنید سعی کنید پاشنه پای جلوش نشستین رو کامل بیارین روی زمین. انگشت به سمت بالا نرم بازی میدین. 1 2 3 4. سعی کنید نچرخید، همین حالت نگه دارید. تمرکز زیر پا. 7 8 9 10. شما انگشت رو بکش سمت خودت. برو. 1 2. انگشتش که یادت نره. آها. انگشت دوم، انگشت سوم، چهارم، پنجم. تک تک انگشتاتو بکش پشت پا، کشش احساس کنید. 7 8 9 10. خوبه. بالا دوباره پا رو بازی بده. بسیار عالی. پا رو به صورت تیره، دستش به صورت آروم بشین. پا جلوی راست، پا رو نرم بازی بده. بسیار عالی. پای راست میزنیم رو پای چپ، کمر صاف، پنجه پا رو میگیرید. با این دست زانو خور میدید پایین، ولی سعی کن به جلو خم نشی. خودتو بکشی به انگشتای پاتو بکش سمت صورتت. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. همین تمرین دست مخالف رو برسون. برو پایین تر. 20 شماره. 1 2 3. برو پایین. 4 5 6. داری انجام میدی. 7 8 9 10. خوبه. پا رو عوض کن. پای مخالف بگیر پنجه پا، کمر صاف، زانو خور بده پایین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برو پایین. 10 شماره. خودتو بکش پایین. 1 2 3 4 5 6. برو پایین تر. 7 8. پایین تر. سر رسید به زانو. ببر پایین تر بازم. بکش خودتو. 7 8 9 10. خوبه. جو پا جلو دراز. پا رو بازی بدیم. کف پاها به هم بکشید داخل. از پهلو نشون میدم. بدنت سعی کن صاف کنی بکشید داخل. زانو رو تا جایی که میتونی بکش داخل. زانو بزن به زمین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سعی کن سینه‌تو برسونی به زمین. برو پایین. 10 شماره. 1 2. تو این حرکت میتونی از آرنجات استفاده کنی، پا رو باز کنی. همین که پنجه پا رو گرفتی، سر نزدیک کنی به زمین از جلو. برو. 10 شماره دیگه. 1 2 3. با هر شماره برو پایین تر. 6. بازم برو پایین تر. آها. 7 8. یکم دیگه مونده. سر رو برسه حداقل به شست پا. 8 9 10. شماره نگه دار. 1 2 3 4. زود بیل نکنید. 10 شماره رو کامل انجام بدید. میرید پایین. 7 8. پایین تر. 9 10. خوبه. آفرین. پا جلو دراز. پا رو بازی بدین. پا رو از داخل چند بار میزنید زمین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خوبه. همون حالت که نشستین. پا جلو درازه. خوب دقت کنید. پا رو از پهلو من میخوام باز بکنم به این صورت. درسته؟ از پهلو نشون میدم. ببینید. حالا کاری که میکنم یه دست جلو یه دست عقب، کمک میگیرم، بدنم میکشم جلو. بسیار عالی. خب تو این حالت ممکنه یه ذره بدن خم بشه به جلو. اشکال نداره. سعی کن میتونی کمک دست کمرتو صاف کنی، خودتو بکشی بالا. این حالت 10 شماره. پنجه پا به سمت بالا. معلومه؟ خیلی خوب. 7 8 9. حالا ببین دستامو میکشم بالا. اینجا فایده نداره. کامل دستا به کنار گوش. سر صاف. سرم جلو ندیم. بکش بالا تا جایی که میتونی. با تنفسی میخوایم این کارو انجام بدیم. از جلو نشون میدم. دستا کشیده به جلو خم نمیشید. 10 شماره. بریم. نفس بالا. 1. نفسی که میدی بیرون دستتو بیشتر بکش. برو. نفس 2. بالاتر. نفس 3. نفس 4. بالا بکش خودتو. 7. نفس بیرون. شماره آخر. برو بکش بالاتر. بسیار عالی. دستتو پایین نیار. نگه دار. از پهلو دوباره نشون میدم. همین حالت که هستی میری پنجه پای راست رو میگیری. سر نزدیک میکنی. از پهلو
دست بالای سر، این حالت. بریم 5 شماره. نفس بیرون، دست بکش به جلو، سعی کن خم نشه، از پهلو بکش، پهلو دوباره کش بیاد. 7 نفس بیرون، یه شماره دیگه نفس بیرون. خوبه، سمت مخالف باز سعی کن بدن کشیده از پهلو بری پایین. نفس بیرون، 1 نفس پایینتر، 2 نفس پایینتر، 3. با هر شما نفس میگیری بیشتر سعی کن بری پایین. باریکلا. بچه‌ها تو خونه نفس بیرون، نفس آخریش بیرون. خوبه، زود پا رو جمع نکن، دست رو بکش بالا. حالا از جلو خودتو خم میکنی، کامل میکشی رو زمین، میری جلو به این صورت، پا بازه، دست کشیده، میکشی خودتو جلو. خب بچه کوچیک، بچه کوچیک‌تر، به خودتون رو بزنید به زمین ببینم. میتونی کامل رو زمین بخوابین؟ به این صورت کامل. 20 شماره. زیاده؟ تنبلی کردین. یکی گفت کششی میخوایم انجام بدیم. برو 20 شماره. 1 2 3 4 5 6. نه بالا، من دارم میبینمه. 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. خوبه، آروم پا جمع، پا بازی بده. بسیار عالی. خوبه، پا جمع. به این صورت بشینید لطفاً. پاها از پشت، کمر صافه، پای راست رو باز میکنیم. خب توی این حالت میتونید دست رو از جلو بذارید زمین، مخصوصا اگر اولیای عزیز و خانواده ها، کسایی که کمتر تمرین کردن، دست حتما روی زمین بذارید که فشار یه دفعه به پاها نیاد و در حدی انجام بدید که یه مقدار کشش احساس کنید، به آستانه درد نرسه. بچه‌ای که آماده ترن این 7 جلسه رو تمرین کردن، تمرین دیگه میتونن الان کامل انجام بدن. دست رو روی زمین، پای بعدی هم باز کنی، آروم آروم برو پایین، برو تا جایی که میتونی. 1 2. خب چند نفر 180 نشستن؟ یادتون نره عکس بگیرید برای ما بفرستید حتما. بسیار عالی. 7 8 9 10 شماره دیگه دست رو بکشیم بالا. اونایی که دستشو زمین اشکال نداره، همونجا نگه دارن. اونایی که 180 دست بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. باز دوباره با کمک دست پا رو یه مقدار جمع می‌کنیم، میایم بالا، نرم می‌دویم. بسیار عالی.